اینجا دانشگاه آزاد یزد هستش و یه نکته رو میخوام بگم جناب دکتر. ببینید این دانشگاه آزاد یه صندوق پیشنهاد نداره، صندوق صدقه داره کمیته امداد که باید بزن و در واقع توش هم ببین خالیه. هرچند ما تبلیغ کردیم که به اصطلاح صدقه باعث رفع بلا میشه، ولی یه صندوق پیشنهاد نداره که بچه ها بتونن پیشنهاد بدن. چیه ترهامی چیه؟ ترهامی چیز دارن که مثلا دانشجو پیگیری کنن از طریق کدومه؟ ترهامی خب این به همین شکل میتونن یه صندوق پیشنهاد طرف بیاد نظراتشو بده فکرشو مطرح کنه دانشجو که این حامی دانشجو حامی فکر دانشجو هسته که ما فکر دانشجو بیاد فکر بکنه. اینا